اگر مایل بودید شرایط پروژه‌ای که کار میکنید رو برای من بگید که حالا بدونم بهتر راهنماییتون بکنم که این فایل در واقع به کار شما میاد یا نه. ببینید معمولا حالا این فایل برای مثلا سازنده هایی که فرضاً حالا دو نفر دو سه شخص شریک هستن و پروژه های مثلا 3 تا 4 تا پروژه مثلا 10 واحدی رو دارن میسازن، 10-15 واحدی رو دارن میسازن. این اکسل کامل جواب میده و شما به این صورتی که حالا تو ویدیو توضیح دادیم شما اطلاعات رو ثبت میکنید، اطلاعات ورودی تمام هزینه هایی که انجام میشه و اطلاعات بدهی ها، یعنی مثلا کارگری که میاد اونجا کار میکنه یه هفته بعد مثلا شما مثلا باش تصفیه میکنید، 2 ماه بعد باش تصفیه میکنید. مثلا حالت بدهکار میشه کارگر، مثلا 2 ماه اومده سر ساختمون کار کرده، مثلا تو این 2 ماه مثلا 15 روز اومده کار کرده. این 15 روز شما ثبت میکنید که چه تاریخی بوده و بعد از اینکه مثلا واریز انجام میدید تو قسمت پرداختی ها، تو قسمت پرداختی ها هزینه ها اونجا ثبت میکنید اسم همون کارگر رو و تاریخ پرداخت و نحوه پرداخت رو و به صورت کارت به کارت بوده، نقدی بوده، فلان بوده، هر در واقع حالت کارت خام هر موردی هست اونا رو ثبت میکنید و این خودش به صورت خودکار به شما گزارش میده. یعنی هر زمان که شما اینا رو ثبت میکنید گزارش هزینه‌های کل و هزینه‌های مورد رو به شما میده. مثلا شما میگید من مثلا میخوام کارگری به اسم آقای مثلا علیو مثلا ببینم در طول سال مثلا چه تاریخهایی برای من کار کرده و مجموع پرداختی های من به ایشون چقدر بوده. و تو قسمت بدهی ها هم میخوای ببینی شخصی مثلا همون شخص مثلا چه تاریخهایی کار کرده و کدوم تصفیه شده کدوم تصفیه نشده. به این صورت هستش. و گزارش دریافتی های آخرم که برای حالا اینا در واقع شیت ها مستقلن. گزارش دریافتی آخر شما مثلا دریافت میکنید که مثلا حالا پیش فروش کردین، اگر مثلا مبلغی به عنوان مثلا چیز پیش پرداخت کسی واریز کرده خدمتتون یا مثلا تو دوره‌های مختلف که واریز میکنن به این صورت هستش. و مورد دیگه این که اگر مثلا شریک های مختلف جداگونه هزینه میکنن، هر شریکی که هزینه کرده حالا بسته به شرایط خودتون ممکنه فاکتور بخواید فاکتور نخواید یا هر چیزی یا خودش اعلام بکنه، میاد میگید این شخص با این مبلغ تو این تاریخ مثلا هزینه کرده بابت چه موردی بوده و اینها. و بعد و آخر و در واقع تو گزارش هم وقتی میاد اون شخص رو مثلا گزارش میگیرید به شما میگه که مثلا کدوم شخص تو چه ماه چقدر هزینه کرده. هر ماه مثلا آقای ایکس شریک مثلا A شریک الف ما انقدر هزینه کرده، شریک B ما انقدر تو این ماه هزینه کرده. به این صورت هستش.